سلام به همه دوستان و همراهان کانال بیکار. یه آموزش جدیدی گذاشتیم براتون که ویتوریای رو در کنار SSH بزنید. در واقع نمیشه گفت در کنار SSH. ویتوریای رو به کاربراتون بدین ولی خب تانل بین تو سرورتون رو SSH بزنید. توی اختلالی که پیش اومد متاسفانه خیلی از سرورها به مشکل خوردن که فیلتر نشدن ولی خب پهناوندشون محدود شد. روش قبلی که گذاشتیم توی یوتیوب جوابه، یعنی روش قبلی که آموزش دادیم که ریالیتی ها که مشکلی نخوردن. روش تانل به تانل یه مقدار مشکل خورده بود چون از سرور ایران استفاده میکردن و سرور ایران هم خب محدود کرده بود آی پی خارج و به خاطر همین آی پی سرور ایران رو که عوض میکردیم و یه سری لوکیشن هایی میگرفتیم که تا حالا شناخته شده نیست و کاربرا زیاد ازش بر نداشتن، میبینیم که همون روش قبلی هم کار میکنه و جوابه. پس روش قبلی از کار نیفتاده، پس جوابه. غیر از اون روش اومدیم استزش هم گذاشتیم برای دوستانی که دستشون از بین رفته بالاخره سرورشون رو نمیتونن عوض کنن، حالا به هر دلیلی نتونستن سرور آی پی سالم پیدا کنن، بتونن با این روش متصل باشن. میایم اول کار یه فایلی واسهتون درست کردم که اینو واسهتون آپلود میکنم، لینکش هم زیر ویدیو میذارم براتون، یعنی کوچیک کنم. اول فایلم که دسترسی ها رو براتون گذاشتیم که میتونید ما رو دنبال کنید. توی گروه تلگرامی رو هم میتونید باشین که با دوستانی که از این روش ها استفاده میکنن در تبادل باشید و ببینید اگه مشکلی بود بتونیم با هم دیگه حلش کنیم. خودم هم اونجا حضور دارم و اگر سوالی بود و مشکلی بود که قابل حل شدن نبود یا بقیه کاربران نتونستن توضیحش بدن مسلما پیگیرش میشیم و حلش می‌کنیم. دستوری که گذاشتیم اینجا دستور آپدیت طبق روال همیشه و دستور فیکس هم براتون گذاشتیم. یه دستور روت هم که اول فایل میذاریم از اینجا شروع میشه برای دستور SSH. ما توی SSH که انجام دادیم توی این اختلال ها در واقع تانلی که زدیم تانل سرور ریبوت میشد، با خاطر همین دسته SSH از بین میرفت. همین اول میخوام بهتون توضیح بدم که چرا داریم این کار رو انجام میدیم. قبل از اینکه SSH بخوایم بزنیم ما قرارمون بر این بود که یه کاری بکنیم که SSH وقتی میزنیم اولا با ریبوت شدن سرور SSH مون نپره یا اگه ریبوت میشه دوباره خودش اجرا کنه این کدو. و اینکه SSH بعضی موقع توی بعضی از سرورها اگر تایم اوت بخوره یا پینگ یه لحظه بالا بره پاسخگوی دیر بشه کلوز میشه یا بسته میشه، به خاطر همین این مشکل هم حل کردیم و توی ادامه ویدیو میتونید ببینید. خیلی خوب، اولین کاری که باید بکنیم وارد سرور ایرانمون میشیم. سرور ایران رو میارم سرور ایرانم وارد سرور ایرانمون میشیم، این دستور رو میزنیم که یک کلید برامون برای این سرور برای ارتباط با سرور خارج ایجاد کنه که بله اینجا هیچ چیزی نیازی نیست بزنید، اینتر رو میزنید. من اینجا یس رو میزنم چون قبلا یه دور ساخته بودم، داره میگه اووررایت کنم که میگم بله. شما این پیامو نمیبینید و این پیامو میبینید و این نهایت اینترایی که میزنید به اینجا میرسید که کلید واسهتون ساخته میشه. دستور بعدی باید کلید رو از توی این سرور که ساخته شده باید بفرستیم توی سرور خارج. من دو تا کد براتون گذاشتم. یه کد پورت SSH تون داره، یه پورت بدون پورت دیفالتی که گذاشته نشده 22 و خود سیستم میفهمه. اگر پورتتون خارج از 22 میتونید از این دستور استفاده کنید و پورتتون رو بذارید جایگزین کنید. ما این دستور رو میزنیم چون پورتمون 22 هست. آی پی سرور خارجمون رو کپی میکنیم. آی پی سرور خارج رو کپی کردیم، اینجا پیست میکنیم، چند لحظه صبر میکنیم. از همون پسورد سرور خارج رو میخواد، واردش میکنیم. خیلی خوب، همینطور که میبینید این فایل به سرور خارج انتقال داده شد. حالا میریم SSH رو بزنیم که ببینیم آیا بدون پسورد میتونیم واردش بشیم یا نه. SSH root هم کپی میکنم با خاطر اینکه بهتون میخوام هم چک بشه که فایل دستورات توی فایل سالمه، هم ببینید که دستورات ها درست نوشته شده است.
IP سرور خارج میزنیم. بله، بدون اینکه پسورد ازمون بخواد وارد سرور خارج شد. این اولین مشکلی که حل شد. میریم سراغ مشکل بعدی که برای ریبوت بود. یه فایل میسازیم توی این آدرس و با نانو بازش میکنیم و هی عذرخواهی میکنم قبلا این فایل ساخته شده بود برای اینکه تست انجام بشه. پاک کردم. میسازین با این صفحه روبرو میشین و این متن رو باید کپی کنید بدون این قسمتی که نوشتم پورت دلخواه. این گزینه رو اضافه کردم که شما توی فایل بتونید پیدا کنید. یه تیکه پایین‌تر هم نوشتم اینو، بدونید این پورت دلخواه دقیقاً کجاست. نوشتم پورت دلخواه 2020. اینجا هم نوشته SSH-T. این پورت دلخواهی که توی لوکالتون انجام میشه. تا که توی لوکالتون انجام میشه. اینجا هم تشبیه رو براتون گذاشتم که بتونید اگه پورتتون پورت دیگه هست انتخاب کنید. من به خاطر اینکه اون تیکه نباشه تیکه تیکه این فایل رو کپی میکنم. این دستورم کپی میکنیم و آخرم ببخشید کپی نشد. خیلی خوب، میریم که اون اطلاعاتی که میخواد و ای بابا اطلاعاتی که میخواد و واردش. پورتمون که بیشتر از 22 ما اینجا باید IP خارجمون رو وارد کنیم که مجدد کپیش میکنیم و اینجا واردش میکنیم. خیلی خوب، این فایل رو با کنترل X سیوش میکنیم. خیلی خوب، این فایلی که ساختیم باید الان بهش یه دسترسی بدیم که وقتی سرور رام میشه این فایل اجرا بشه. با این دستور این کامند رو میزنیم و این کار انجام میشه. خیلی خوب، الان میتونم سرور رو ریبوت کنم و متصل میشیم. بذارین اول تمام مراحل رو بریم بعد بیایم شروع کنیم به وصل شدن و متصل شدن. تا اینجای کار متصل شدیم و مشکل ریبوت هم حل کردیم. یه مشکل دیگه ای که بود گفتم اگر تایم اوت بخوره یا پینگ زیاد بالا باشه SSH دسترسی رو میبنده و ما مشکل میخوریم توی هر چند ساعت. برای این کار وارد سرور خارج میشیم، سرور داخل رو میبندیم، سرور خارج رو میاریم. این سرور خارج هست و چند تا دستوری که اینجا گذاشتم رو باید قرار بدیم. اول وارد این فایل میشیم، باید بریم آخر فایل این ستا رو پیدا کنیم. use DNS on TCP client. این سه تا گزینه رو باید توی این کامند آخر فایل تقریبا میشه گفت آخرای فایل پیداش کنیم. ما میریم اینجاست. بله. من چون قبلا اینا رو برداشتم بذارید مثل حالت اولش کنم که شما اشتباه نکنید. اجازه بدید یه لحظه من همونجور که به صورت دیفالت برای شما هست قرارش میدم که مشکلی پیش نیاد. بله، این فایلی که به صورت دیفالت شما میبینید و اینجا UseDNS آن رو میبینید که اینجا من گذاشتم، گفتم دستور به این صورته و باید به این صورت تبدیلش کنید. یعنی باید هشتگ پشتش رو بردارین، کامند پشتش رو بردارین که انجام بشه. خیلی خوب، یه دونه دیگه هم هست TCP که بازم اونم باید به همین شکل هشتگ پشتش رو برداریم و مورد آخر که میمونه کلاینت هست. کلاینت در واقع این گزینه هست اگر ببینید وی اینتروال فکر کنم اگر درست خونده باشم وی اینتروال. اینا باید از هشتگ خارج کنیم و میایم این عدد صفرش رو به 60 یا 120 تغییر میدیم. اینجا هم براتون گذاشتم گفتم مثلا یا 60 یا 120 این عدد رو تغییر میدیم. این کار رو که انجام دادیم این کار رو توی سرور خارج انجام میشه. این فایل رو سیو میکنیم. خیلی خوب، وارد سرور ایران میشیم. این کارامون توی ریموت زدن تمام شده، یعنی دیگه با سرورها کاری نداریم و وارد پنل ایرانمون میشیم. وارد پنل ایران که شدید
من یه بار قبلا به کاربرها این قسمت کانفیگ آوتباند رو دادم، ولی خیلی هاشون نتونستن جایگذاری کنن به خاطر ارورهایی که پنل ها میدن وقتی اینجا رو مخصوصا. خب این روش اینجا هست، معمولا توی پنل صنایع دیدم، بقیه پنل ها نمیدونم اینو دارن یا نه، ولی خب گذاشتن و جواب نداده، بعضی موقع گیر میکنه. به خاطر همین فایل رو کامل کردم و توی کامپلیت بذارید دیگه، لازم نیست از بخش آوتباند فقط ویرایشش کنید. این فایلی که اینجا براتون گذاشتم، قبل از اینکه واردش کنید کامل، یه کاری باید روش انجام بدید. بهتون گفتم یه جایی از فایل براتون پورت خارج گذاشتم، اینجاست. اون بالا پورت خارج دلخواه گذاشته بودم براتون، اگه توجه کنید گفتم اینجا پورت دلخواهه. شما هر پورت دلخواهی که اینجا زدید توی این فایل کانفیگ هم اینجا باید تغییرش بدید. شما اینجا این کد رو تغییر میدین، هر عددی که بود رو میزنید. به اینم توجه کنید، من توی ویدیو قبلی هم گفتم پورت اینجا یه فاصله هست، این فاصله رو پاک نکنید، اگر پاک کنید کار نمیکنه. خیلی خوب، این پورت دلخواه رو پاک میکنم که کارمون راحت تر باشه، بتونیم راحت کپی کنیم. اون تیکه‌ای که پورت دلخواه نوشته بودم رو پاک میکنیم، کل فایل رو کپی میکنیم و توی ایکس ری سرور ایرانمون پیستش میکنیم. همین، یه دور سیو و یه دور ریستارت. به قسمت اول میریم، میبینیم که بدون هیچ اروری این کانفیگ انجام شد. روش خوبیه دوستان، میتونید تست کنید برای سرورهایی که تانل نمیشن به هر شیوای مختلف، اینجوری تانل میشن. حالا بستگی به این که سرورتون چه فاصله‌ای با شبکه ایران داره، ممکنه ضعیف یا قوی باشن، که اگر سرورهای خوبی بگیرید مسلما به اندازه آی پی تیبل و به اندازه تانل به تانلی که از روش پنل به پنل انجام دادیم واقعا کیفیت دریافت میکنید توی این روش. فعلا چیزی نمیمونه که بخوام بگم. این ویدیو رو البته روش‌های دیگه‌ای هم بوده می‌خواستیم منتشر کنیم، ولی گفتیم اول این ویدیو رو بذاریم برای دوستان تا بتونن از این روش استفاده کنن، که زیاد زمان بر نشه برای اینکه همه روش‌ها رو بخوایم توی یه ویدیو بذاریم. پس این ویدیو رو جدا منتشر می‌کنیم که روش SSH بدون دو تا سرور ویتوری هست. روش‌های دیگر رو توی ویدیوهای بعدی و یک پنلی هم که قرار بود راجع به ویز ویز سوال کنیم، اونم توی اون روش انجام میدیم. فقط یک موضوع میمونه که به این ویدیو اضافه میکنم، خیلی از دوستان شاید ندونن، توی سرور ایرانشون میخوان لیمیت بذارن. مثلا اینجا شما بخواید یه اینباند ایجاد کنید، من اینباند رو میزنم عباس و این باند هم که میدونید روی VLS به سوکت بذاریم بهترین کانفیگ داره و بهترین سرعت رو داده توی ایران بهمون. سیوش میکنیم و برای اینکه به کاربر اینجا لیمیت بدید، من نخواستم از اونجا لیمیت بدم چون بعضی از کاربرها اینجا لینک اضافه میکنن و کاربر اضافه میکنن، نسخه میکنم کاربر اضافه میکنن به جای این باند، بتونن از روی کاربر هم لیمیت رو ببینن. روی ادیت کاربر میزنیم، لیمیت رو اینجا اضافه میکنیم، مثلا میگیم 2 تا لیمیت، 2 تا آی پی بتونن متصل شن. توجه کنید این تعداد دستگاه نیست، این تعداد آی پیه، برای دوستانی که این موضوع رو دقیقا نمیدونن. سیوش میکنیم. خب این کارو که انجام دادیم، مسلما خیلی از دوستان زدن و دیدن اجرا نمیشه. درست، این کار اجرا نمیشه، باید یه کار دیگه ای هم انجام بدید. وارد سرور ایرانمون میشیم، این سرور ایرانمون هست، یه دور پاک میکنیم که تمیز شه. این سرور ایرانمون هست، دستور XUI رو میزنیم توی پنل. البته این روشی که دارم توضیح میدم توی پنل صنایعی هست و بقیه روش‌ها، بقیه پنل ها رو نمیدونم، باید بررسی کنیم. اینجا گزینه IP Limit Manager، گزینه 16 که ببینید IP Limit Manager توی این پنل آقای صنایعی که گذاشتن، دمشون گرم واقعا. گزینه 16 رو میزنید، اول گزینه 1 رو میزنید که نصب بشه، داره میگه که به صورت دیفالت yes هست، ما هم yes رو میزنیم تا نصب بشه. یه مقدار زمان میبره نصبش، بستگی به شبکه سرورتون. این سرور یه مقدار پهنای باند پایینی داره، به خاطر هم یه مقدار زمان بر شده برای نصبش.
فکر میکنم که تموم شده، ولی یه مقدار سرور ایرانمون گیر کرده. درست دانلودش تموم شد. صبر میکنیم تا نصب تموم بشه. میگم دوستان این سرور یه مقدار ضعیف هست و اونقدر زمان برده، معمولا سریعتر نصب میشه روی سرور. بری هر جای دنیا پا به پاتم، آره پا به پاتم. نصب تموم شد. به صفحه اصلی برمیگردیم و دوباره گزینه 16 رو میزنیم. این رو که انجام دادیم، گزینه دوم چنج بند نوشته، باید این گزینه رو بزنیم، گزینه 2 رو. درست، گزینه دوم رو میزنیم. اینجا در واقع یه عدد از ما میخواد که به صورت اینجا اگه توجه کنید دقیقه است، مینت به صورت دقیقه است. شما میتونید با ماشین حسابتون یا هر چیز دیگه رو حساب کنید، این کار زیاد سختی نیست. ماشین حسابمون رو میاریم، مثلا میگیم اگر هر ساعت 60 دقیقه باشه و در طی یک 24 ساعت ضرب کنیم میشه 1440 دقیقه در یک روز. اگر این عدد رو بزنید اینجا، البته از اینجا کپی نکنید و اینجا نذارید، مثلا کار نمیکنه چون یه ویرگول این وسط داره، باید فقط عدد اینجا وارد کنید. اگر میخواید 24 ساعت این کار رو انجام بدید که همین عدد رو وارد میکنیم. اگر میخواید یک ماه کامل باشه، این عدد رو ضرب در 30 روز میکنیم و بهمون این عدد رو میده که به صورت دستی باید وارد کنیم، 43200. اینتر رو میزنیم و میبینید که انجام شد. این لیمیت از این به بعد روی این سرور تا اینقدر دقیقه که در واقع یک ماه میشه از اون زمانی که میزنید اجرا میشه. یه موضوع دیگه ای که هست، اینجا گزینه‌های زیادی داریم مثل چک لاگ. اگر گزینه چک لاگ رو بزنیم که برای ما اینجا خالیه، این گزینه رو بزنید، کاربرایی که بیشتر از تعدادی که وارد کردید میخواستن وصل بشن رو بهتون نشون میده. یعنی یوزر کاربر رو اینجا براتون نمایش میده که آی پیش چه زمانی بند شده و چه زمانی دوباره بند شده. آی پی هایی که بند میکنه رو همیشه تا آخر بند نگه نمیداره. یه بازه زمانی که خودش داره، من دقیقا نمیدونم چه بازه زمانیه چون زیاد بهش توجه نکردم. یه بازه زمانی رو بند نگه میداره و دوباره اونو آن بند میکنه. اگرم دوباره این موضوع پیش بیاد و تعداد آی پی همزمان بخوان متصل بشن، دوباره اون آی پی ها رو بند میکنه. یکی از اون آی پی ها که آخرین آی پی که اتصال پیدا میکنه رو بند میکنه. این هم روش آی پی لیمیت بود که روی سرور آقای صنایعی بود که خیلی کاربردی، خودم انجامش دادم و جواب میده این روش. دوستان این روش جواب داده روی آی پی لیمیت و شما میتونید انجامش بدین. این آموزش رو زیاد طولانی نمی‌کنیم. برای دوستانی که می‌خواستن سریعتر این آموزش رو انجام بدن، آموزش بعدی رو توی ویدیوهای بعدی می‌ذاریم. ممنون که تا اینجای کار همراهمون بودین. اگر ما رو حمایت کنید و ویدیومون رو پخش کنید، ازتون ممنون میشیم و باعث میشید که ویدیوهای بیشتری بسازیم راجع به ویتوری و کانکت موندنتون برای همیشه.